مراقب باشید. اگه یه روزی به عنوان چه خریدار چه فروشنده وارد دفترخونه شدید و دیدید طرف مقابلتون حضور نداشت، تا آخر این ویدیو با من باشید تا راهکارش رو به شما بگم. برای اینکه عدم حضور طرف مقابل خودتون رو داخل دفترخونه برای دادگاه اثبات کنین، 5 تا راهکار وجود داره. میخوام تو این ویدیو این 5 تا راهکار رو به شما بگم. راهکار اول، شما باید تا پایان وقت اداری در دفترخونه حضور داشته باشین و در پایان وقت اداری از صاحب دفترخونه برگه عدم حضور طرف مقابل رو بگیرید. راهکار دوم، چنانچه صاحب دفترخونه برگه عدم حضور طرف مقابل را نداد و با شما همکاری نکرد، شما درخواست برگه حضور خودتون رو از دفترخونه بگیرید. راهکار سوم، چنانچه صاحب دفترخونه آشنای طرف مقابل بود و برگه عدم حضور یا برگه حضور شما رو همکاری نکرد، به شما نداد، شما باید چیکار کنید؟ دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید و یک اخطار یا یک احضار برای طرف مقابلتون بفرستین. راهکار چهارم، شما میتونید با سردر تماس بگیرید و با تنظیم صورت جلسه حضور خودتون رو داخل دفترخونه اثبات کنید. راهکار پنجم، شما مراجعه میکنید به کانون سردفترداران و به آنها اطلاع میدهید که دفترخونه مورد نظر برگه حضور خودتون یا برگه عدم حضور طرف مقابل رو به شما نداده. برای اینکه اطلاعات بیشتری در رابطه با قرارداد بستن داشته باشید، پیج ما رو دنبال کنید.